سلام بچه، چطورید؟ پرمیش هستم و خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. امروز اومدیم آموزش بدیم که چجوری سریعتر گانتو دایمندی کنی و این کار چند تا روش مختلف داره و تو میتونی همزمان 2 تا گانو دایمندی کنی یا فقط تو یه روز. بریم شروع کنیم ببینیم چی کار باید بکنیم. بچه اولین کاری که ما بکنیم با پرکمونو درست کنیم. پرکایی که باید بذاریم اولش پین پوینت که علامت تیره به رنگ قرمز باید بذاریم. پین پوینت اینو باید بذارید حتما. بعد به رنگ سبز کویک فیکس رو باید بذارید که هر وقت سریع پر بشه جونتون وقت ادهی میزنید. دید سایلنس هم باید بذارید و این یکی هر چی خودتون دلتون خواست میتونید بذارید. من تفضیل سعی کردم. بعدش یه سیفور باید بذاریم. سیفور بهترم. سیفور میتونید منجه کنید سیفور سریعتر و اتچمنت و نیازه که 2 تا گان داشته باشید. میخوام من دایمندی کنم یکم مثلا یکم 47 هم مثلا هم دایمندی کنم. الان فعلا 117 من 123 پول کردم. بیشتر این کار اگه جواب بده خیلی خوبه و باعث میشه سریعتر گان دایمندی کنی و بهتر گان بیشتری دایمندی کنی. برای 2 تا دایمندی که هم که کار داره. من کات میکنم تا وارد بازی. حالا که الان ما وارد بازی شدیم نگاه کنید همونو چیندم. حواستون باشه با 117 هم کرده هر بیشتر 10 تا بگیرید حتما. کمتر 10 تا نباشه. خب 7 کیلو من 3 تا کیلو دیگه باید بگیرم. الان ما خب اینجا باید سریع گانه تبدیل کنیم. میارم چلاف حتما هم با چلاف 10 تا گان بگیرم. 10 تا کیل بگیرم تا دایمه میشه و محمد کنید که من مشکل پلنگی با همین فقط هم بابا همین گان بگیرید. حالا ما اینجا C4 که میگم وقتی واسه 10 تا گان گرفتی میرید یه جای C4 رو میندازید به سری گانتون رو عوض میکنید و C4 میتونید خودتون بمیرید. حالا ما این گانمون 117 اضافه شده یا نه. این گانم که میگم با 150 تا مچ پلی میتونید بگیریدش. فرقی نداره هم برای شاتگان هم برای اسنایپ. برای اسنایپ شاتگان خیلی مفاهیم باشه. خب الان ما میریم میکنیم
اگرم بازدید این ویدیو و کامنت هم حتما بذارید. ویدیو بزن بچه این رنگ باعث که خیلی ارزش اکانتتون بالا بره. سه رنگ رو داشته باشید خیلی خوبه. و یه راه میذارم بازی کردن گان. بچه اینم بود از این ویدیو و تا یک ویدیو دیگه. خدا نگهدار.